حرام خوردن به حد عقل شما کم میکند، از دست توانایی شما نیست میکند. برای همون من نمیدونم شما چیکار کرده استودیت. من التماسی که میکنم با شما که فرزنداتون نان حرام نبیارید. برای همین این به حد ضرور است. از همون چیز خودتون با قناعت کنید. من پارتنر قطعی کار میکنید، یک سوم بخره دیگه دو سوم نگویید، این اوج حرام شد. اویلک قطعی کار میکنید، همون اویلک با همون شما با همون اویلک که تو 2000 سومانی میتید، همون اویلک خودتون نگیرید، دزدی نکنید. دیدید که مثال شما میتونید که اونجا دزدی کنید یا که یک رقم دیگه کنید هیچ کس نمیبینه؟ نه. من یگان انسان ندیدم که پیشرفتگی باشه. من بسیار مدیرای رایپای میدونم، بسیار اکسپدیتورای میدونم، مدیرای کلخوز میدونم، مدیرای فرماهای میدونم، رئیسای کلخوز میدونم، پور بیزنسمنای میدونم که 10 سال 20 سال 30 سال کار کرده ننوله. 10 سال 20 سال 30 سال است 40 سال است